وای عزیزم، بارداری دیگه، بالاخره باید 4 تا درد تحمل کنی. یه سری چیزا تو بارداری طبیعیه. یه مسئله خیلی مهم، مادر عزیزم، شاید خیلی از درمانگرها اینو بهت بگن که توی بارداری فلان درد طبیعیه و کاریش نمیشه کرد. بله، از نظر دارویی ممکنه نتونیم کاریش کنیم، ولی راهکار داره. مثل کمردرد، مثل یبوست، مثل درد کشاله ران، مثل خیلی از مسائل دیگه‌ای که توی بارداری به واسطه هورمون‌های بارداری ایجاد شده. یعنی تاثیر مستقیم هورمون‌های بارداریه که باعث مثلا سستی عضلات، ایجاد کمردرد، درد کشاله ران، یبوست و اینجور موارد میشه. حالا اگر شما نمیتونید با دارو کاریش کنید، میتونید یک راهکار خیلی مفیدتر داشته باشید و قطعاً درمانش کنید. مثل ورزش ها. ورزش به واسطه هورمون‌های شادی‌آوری که توی بدن شما ترشح میکنه خود به خود میاد تاثیر منفی اون هورمون‌های بارداری رو از بین میبره. و از طرف دیگه به واسطه تقویت عضلانی که ایجاد میکنه، تقویت ماهیچه ها، تقویت عضله، میتونه کل مشکل کمردرد شما، درد کشاله ران رو و حتی مشکلات گوارشی مثل یبوست رو برطرف کنه. لطفاً جدی بگیر و به این فکر نکن که چون نمیتونم دارو بخورم پس راه درمانی وجود نداره.